سلام به همه فوتبالیا. خوش اومدید به کانال چشم فوتبال. امروز روز مهمی تو دنیای فوتبال داریم. قراره ببینیم از آخرین نقل و انتقالات تا رخدادهای داغ در رقابت‌ها چی می‌گذشته. همراه ما باشید. بزرگترین نقل و انتقال این تابستان. فلوریان ویرتز ستاره جوان بایر لورکوزن با قراردادی خیره کننده به لیورپول پیوست. به صورت رسمی توسط باشگاه در 20 ژوئن و حدود 116 میلیون پوند یا 136 میلیون یورو ارزش‌گذاری شده. این مبلغ بالاترین رکورد تاریخ بوندسلیگا است. انتقال جارل کوانسا به لورکوزن. مرکز دفاع 22 ساله لیورپول جارل کوانسا در آستانه انتقال 40 میلیون یورویی به بایر لورکوزن قرار دارد. با وجود مخالفت برخی هواداران اما بند حق بازخرید در سال 2027 حدود 60 میلیون یورو برایشان آرامش خاطر ایجاد کرده. این انتقال به لیورپول اجازه میده حجم اینو برای مدافعان جوانتر فراهم کنه. آرسنال به سراغ نورگارد میره. آرسنال اقدامات جدی برداشته تا کریستیان نورگارد هافبک برنتفورد رو جذب کنه. پیشنهاد اولیشون حدود 9.5 میلیون پوند بوده و احتمال افزایش تا 12 میلیون هم هست. به نظر میسه که جای خالی توماس پارتی در ترکیب توپچی‌ها به زودی پر بشه. شایعات نقل و انتقالات منچستر. گفته میشه بارسلونا دنبال قرض گرفتن مارکوس راشفورد تا بتونه فشار کمتری رو برای جذب نیازهاش داشته باشه. از طرفی منچستر یونایتد شدیداً به دنبال برایان امبمبو است. پیشنهادی بالاتر از 60 میلیون پوند ارائه شده بعد از رد پیشنهاد اولیه 55 میلیون پوند. به علاوه شایعه عجیب درباره کریستوفر اینکونکو شنیده میشه ولی هنوز رسمی نشده. و خبر پرسر و صداتر احتمال انتقال امیلیانو مارتینز از استون ویلا به منچستر یونایتد مطرح شده. اونها دنبال یک دروازه‌بان مطمئن‌تر هستند و این گزینه جدی است. بایر مونیخ هم پیگیر جوانگراییه. آرایون ابراهیموویچ 19 ساله برای یک فصل به هایدنهایم قرض داده شده تا تجربه بگیره. حرکتی هوشمند برای پیشرفت سریعترش. تقویت خط هافبک با آمریکایی. اتلتیکو هم بیکار ننشسته. جانی کاردوسو از رئال بتیس با قراردادی حدود 30 میلیون یورو جذب شده. این هافبک 23 ساله آمریکایی جزء برنامه دیگو سیمونه برای فصل آینده است. شایعات بازگشت پوگبا و یک خبر کوچیک ولی جذاب. پول پوگبا ظاهراً توافق اولیه‌ای برای پیوستن به موناکو تا سال 2027 داشته. در حال نهایی کردن جزئیات قرارداده. تا این لحظه اینها مهمترین خبرهای امروز بودند، اما دنیای فوتبال جریان داره و ما در کانال برای پوشش لحظه به لحظه نقل و انتقالات، مسابقه‌ها و تحلیل‌ها هستیم. اگه براتون جالب بود حتما سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم بزنید تا هیچ خبری رو از دست ندید. نظرتون در مورد این نقل و انتقالات چیه؟ کامنت بذارید و بهمون بگید به نظر شما این انتقالات چقدر تاثیرگذار خواهند